السلام علیکم دامنای عزیز. اولا خواهش دارم که خداوند توانا زبان شما را باز هم از این زیادتر با راه بگرداند و چی مراد و مقصودی که داشته باشین خداوند حاصل بگرداند. یک سوالی دارم. در مسجد ما یک نماز ملایمان نبود. مرا مجبور کردن که تو نمازت را خوانده دی. من نمازشان خواندم و قوم به عذر خندیدند. آیا گناههای همونها در گردن من هستند یا نه؟ در آخر داملای عزیز خواهش دارم که دعا کنید که من خداوند گناه مرا ببخشد. یعنی اگر وقت کدامی از شما امام میشوین قوم میخندد نمیخندد، این بر ضرر امام نیست. قوم اگر چی نغمه ای که از پس امام کردن میگیرد، در نزد خداوند جوابگر قوم است نه امام است. پیغمبر خدا بر شما میگوید اعبد الله کأنک تراه فإن لم تکن تراه فإنه یراک. خدا را چنان عبادت کن که همچنان که خدا در پیش تو است. فإن لم تکن تراه فإنه یراک. رسول اکرم و اگر چند خدا را تو نمیبینی لیکن خدا تو را میبیند. و آن خنده و آن نغمه هایی که از پس امام کدام قومی که میکند او را البته خدا نظارت کردیسه و در نزد خداوند البته گناهکار میشود. این با ملا امام هیچ تأثیری ندارد. خدا این برادر گناهایی که کرده است به حرمت این روز جمعه خدای با فضل کرم خود مغفرتش بسازی. آمین و رب العالمین. سلام داملای شیرین سخن. اولا بسیار بخشش. دو سوال مرا بسیار دقت میدهد. شاید وسواس شیطان باشد یا جواب داشته باشد. گوید یکم خدا چی مقدار است؟ اندازه‌اش، درازیش، پهنیش. دویم سوالی که کرده است برادر، خدا جای مخصوص دارد؟ یعنی خانه اساسیش در کجا است؟ یعنی برادر سوال کردن که همین اندازه خدا چند قدر است؟ خدا چی مقدار است؟ پهنیش، درازیش، کلانیش. و دویم سوالی که کردن آیا خداوند خانه مخصوص دارد یا نه؟ یعنی این دو سوال میگد مرا خیلی دقت میداد و حتی شاید که وسواس. یک روز میگد یک زنی بریتانیایی، بگیم زنی که از انگلیا هست، با همراهی شوهرش میگد به شهر یمن آمد. به شهر یمن آمد. در همین شهر یمن با یک داملای خیلی عالم کلان روپرو شد و از همین عالم همین سوال را کرد. همین زنی که همراه شوهر خود آمد همین سوال را کرد که ای عالم، ای دانشمند، من از تو یک سوال میکنم. اگر بر سوال من جواب بگویی هر آینه من بر دین شما ایمان میارم. گو هر سوالی که داری مرحمت. میگد این زنی که از بریتانیا آمده بود گفت همین خداوند طول و اندازش چی مقدار است؟ این خدایی که شما در هر حالت مشکلاتی دست میبردارین از او ذات طلب میکنید چی مقدار است؟ این عالم گفت این مردی که در پهلوی تو هست کی است؟ گفت این شوهر من است. گفت شوهر تا دوست میداری؟ گفت بله شوهر من دوست میدارم. گفت بر من خبر بده که چی مقدار دوستش میداری؟ اندازه شو بگو چند کیلومتر تو همین شوهر تا دوست میداری؟ کیلومترش بر من معین کن. چند سانتی متر، چند کیلومتر همین شوهر تا دوست میداری؟ این زن میگه در حیرت ماند. گفت این از قیاس بیرون است. گفت از عقل بیرون است.
محبت بر محبت شوهر ما چین کرده نمی شود. میگن این عالم گفت مادامی که محبت مخلوق خدا هست خودش، وقتی محبت تو گفت با عقل خود چین کرده نمیتانی، این ذاتی که خود میگوید لیس کمثله شیء و هو سمیع بصیر، اون ذات خودش میگد که مثل من نیست، مثل من نه در زمین نه در آسمان نیست. اونو چگونه من برای تو معین کنم که چه اندازه دارد؟ تو وقتی یک محبتی شوهر بر من چین کرده گفته نمیتانی. این زن وقتی میگه این سخن شنید در تعجب ماند، بلند گفت لا اله الا الله محمد رسول الله، خدا یک و یگانه است، محمد بر حق است. در اصل یعنی یک مثال آوردن که همون زن یک تکان داد و آن زن چکار کرد؟ عقل او را بیدار کرد که آخه این خدای هست که این حد ندارد، اندازه ندارد. بلکه چی؟ این دویم سوالی که این برادر کرده است، خدا را مکانش در کجا است؟ عقیده اهل سنت این است که خدا مکان ندارد. بلکه این من بر 4 مثال شعری بر تو میگم که بابا افضل کاشانی میگوید ای صاحب این مسئله راهنما، ای صاحب این مسئله راهنما، میدان به یقین، میدان به یقین که لامکان است خدا. خواهی که تو را کشف شود این معنا. اول چی گفت حضرت؟ گفت خدا لامکان است، یعنی مکان ندارد. اگر بخواهی این که تو برای تو اثبات کنم که خدا لامکان است، خواهی که تو را کشف شود این معنا، جان در بدنت ببین کجا دارد جا. در همین بدن خود جان نگاه کن که در کجاست جان. تو جان مکانش نمیدانی. از این خاطر مادام جان که مکان ندارد، خدای تو هم مکان ندارد. در همه جا خدای تو موجود است. در بعض حدیث ها می آید که رسول الله را گفتن خدا در کجاست؟ رسول الله حواله کردن در دل بنده مؤمن است. در دل همه ما و شما مکان خدا هست. از این خاطر رسول الله چی گفتن؟ من حدم قلب المؤمن فقد حدم بیت الله. کسی که اگر دل یک بنده مؤمن آزار می دهد، همچنان است که خانه خدا را ویران کردگی است. از این خاطر خانه خدا در کجاست؟ در دل همه ما و شما است. السلام علیکم داملای عزیز، میبخشید یک جمعه در باره همسایه با همسایه چه حق دارد، همسایه بالای همسایه چه فضیلت دارد، ببخشید داملا خبر میداده. همسایه بالای همسایه، حدیث پیغمبر خدا که ما زال جبرائیل یوسینی بالجار حتی ظننت انه سیورثوه، این حدیث پیغمبری خدا هست که هرگاهی که جبرائیل نزد من می آمد، بر من چنان در حق همسایه گپ می زد که صحبت می کرد که گمان می بردم این که وقتی که اگر همسایه از دنیا بگذرد، همسایه هم حق بر است. یعنی اینقدر تأکید زیادی هست که حتی همسایه هم میراث بر است گفته در گمان من میگذر. از چی؟ از تأکید بسیار جبرائیل که با همسایه رفتاری نیکو کن. البته امروز شاید که همسایه داری در بسیاری جا رعایت نشود، لکن حدیث دوام پیغمبر خدا را من بر شما نویساندم. چی میگوید؟ میگوید حضرت ابو هریره گفته است رسول اکرم میگوید لا یؤمنو لا یؤمنو لا یؤمنو. پیغمبر میگه 3 بار گفتن ایمان ندارد، ایمان ندارد، ایمان ندارد. ابو هریره میگه گفتم رسول اکرم کی هست که ایمان ندارد؟ رسول الله چی گفتن؟ الذی لا یأمن جاره بوائقه. کسی که اگر همسایه او از او ایمن نباشد ایمان ندارد او کس. یعنی اگر همسایه‌ای که در پهلوی ما زندگی میکند، ما اگر با راحت نباشیم، یعنی دائم در تشویش باشیم، دائم در غم باشیم، بیرون از خاندان شویم، در خطر باشیم که شاید در خانه من یگان زیان یا ضرری میارد، اگر همچنان همسایه داشته باشیم، همون همسایه ایمانی بر خدا ندارد. همسایه باید در نبودن همسایه مثل خاندار چکار کند؟ خانه همسایه را پاسبانی کند. در حق همسایه هر جایی که نشست سخن نیک بگوید.
امروز از همسایه‌داری ما و شما باور کن شرم انسان می آید. وقتی می آید یک کس خبر می دهد که برای دختر من افسقال آمد لکن همسایه از راه گرداندش، گفتش کجا می رای؟ از دختری او را گرفتند، دختری مرا بگیر. بین آیا همین همسایه‌داری هست؟ برای یک پارچه زمین با یکدیگر سالها قهری میستیم. همه این در نتیجه چی هست؟ در نتیجه همسایه‌داری هایی که ما و شما از خدا و از قرآن و از حدیث که دور هستیم، از این خاطر نمیدانیم حق همسایه چگونه است. ابوذر میگوید رسول اکرم چی گفتند؟ اذا طبخت مرقه فاکثر ماءها و تعاهد جیرانک. میگه ابوذر به سوی من میگه پیغمبر گفت ای ابوذر، وقتی که در خاندان در دیگ شوربا را پرتافتی فراموش نکن آبش را زیاد کن و از حال همسایه هم با خبر باش. آب شوربا را زیادتر کن تا که از همان شوربایی که خود استفاده میکنی همسایه را هم فراموش نکن. این نصیحت پیغمبر ما و شما هست. السلام علیکم داملای عزیز. میگویند که در آب پیشاب کردن اوبال است، ولیکن در شهر نجاست های خود را به آب پیش میکنند. این چی میشود؟ به ما میفهموندید؟ البته این ضرورت است. امروز این سکسی هایی که مردم ما و شما زندگی میکند، البته این از سبب بی‌شرایطی هست، و الا تمام همون مردمی که در همون سکسی ها زندگی میکنند هیچ کدام همون باور که زندگی داخل همون را اختیار کردگی نیستند. اونها را میخواهند که در همین زمین جای داشته باشند، زندگی کنند، لکن دست نارسا شرایطی ناخوب اونها را مجبور کرده است که در همون خانه ها زندگی کنند. از این خاطر اون پیشاب است چیزی نباشد. وقتی که در آبم که می رود امروز ضرورت ایره البته جایز گرداندگی هست، یعنی باکی ندارد. السلام علیکم حضرت حاجی میرزا مراد. از شما خواهش می نمایم که این درخواست مرا اجرا نمایید. من در یکی از نمازهای جمعه از زبان شما یک غزل مولوی جنونی را شنیده بودم و تنها 2 مصرع اولی آن در خاطرم هست که چنین است: تو طمع داری که با چندین گناه داخل جنت شوی ای روسیا. این غزل بر من خیلی پسند آمد و باز می خواهم این غزل را برای ما قرائت و تحلیل کرده دهید. با احترام مخلص شما. این از مولوی جنون نیست، این از مولوی رومی هست. میگوید جد تو آدم بهشتش جای بود، یعنی حواله به سوی بابای ما و شما، پدر ما و شما حضرت آدم میگوید جد تو آدم بهشتش جای بود، قدسیان کردن بهر او سجود. وقتی که بابای ترا میگد مولوی رومی داخل جنت کردن، تمام فرشته ها چیکار کردن؟ تا تمام فرشته ها سجده این حضرت آدم میکردن، در پیش پای این سجده میکردن. یک گناه ناکرده گفتندش تمام، مذنبی مذنب برو بیرون خرام. وقتی این بابای ما و شما، این پدر ما و شما حضرت آدم، وقتی که یک گندمی را که خدا گفت بر اون نزدیک نشو نزدیک شد استفاده کرد، یعنی یک گندم وقتی که خورد، فرشته ها چی گفتند؟ گفتند ای آدم، گفتند ای فرزند آدم، جنت جای خطاکار نیست، جنت جای گناهگار نیست، مذنبی مذنب برو بیرون خرام. تو مادامی که گناهگار شدی این داخل جای ثوابکارها هست، بیرون شو از جنت. و خدا او را به سبب این یک گناه چیکار کرد؟ از جنت بیرونش کرد. در آخر حضرت مولوی رومی بر همون انسان‌هایی که گناهگار هستند، یک عمر بی نماز و بی توفیق هستند، لکن چی میگن؟ میگن همین دل انسان مسلمان باشد، ما را دلمان تازه است. برای همین دل تازه ها چی میگن؟ تو طمع داری که با چندین گناه داخل جنت شوی ای روسیا. تو هزارها گناه میکنی امروز، هزارها غلط میکنی، هزارها خطا را البته تو صادر میکنی، باز بزم این میخواهی که جای آدمایی که ثوابکار هستند، جای آدمایی که در دنیا زحمت کشیدن، مهنت کردن، جای اونها را تو صاحب شوی. نه، صاحب نمیشه. جنت جای خطاکار نیست. برای جنت داخل شدن مهنت دنیایی لازم است. الدنیا
مزرع الاخره پیغمبر گفت این دنیایی که شما زندگی دارین این به منزله زمینی هست که در اینجا تخم پرتایین، تخم نیکی پرتایین تا که حاصل شد در جنت بردارین. کاری ثواب ماندگی باز امروز خواهر پی ما و شما را بین ملامت میکنند که تو سطر داری یا تو نماز جمعه میری. یک زن 50 ساله به توفیق دیگر از زمین دهم کرایان است، میگوید وقتی زن اگر نماز یا مسجد کی رفت دنیا ویران میشود. اون نمیداند که خود ویران است، نمیداند که خود بیچاره دوزخی هست. از آمدن زن بر مسجد چی می شود؟ نورانی می شود، آباد می شود. صدها سال شد این زنهای ما و شما بیچاره نشنیدن، سخن خدا را نشنیدن. از این خاطر مردها امروز هیچ قدری ندارند. مادرای ما و شما آمدن نشینند صحبتها را گوش کنند. شوهر چی قدر دارد، خسر چی قدر دارد، خوشدامن چی قدر دارد، زندگی باید چگونه باشد، عائله داری چگونه باشد، تربیه فرزند چگونه باشد، اینا را می آموزند. آیا همین غلط است؟ آیا از حساب آمدن زن چی جای جنایت است؟ هزارها نامعقول کرده است. همون عالم شم، همون عالمی که اگر همون عباره مختصر میگد میلش، لکن امروز جمعیت نظر کن، امروز شرایط نظر کنید. خواهر ما و شما همه جا می رود، مادر ما و شما همه جا می رود، تمام جایی که ناجایز است می رود. مسجد چی جای ناجایزی دارد؟ سلام علیکم حاجی بابا، اگر زن دست خود را لک مالد آیا جایز است؟ حتی در دست یک جوان بچه دیدم که ناخونش را دراز کرده است و او را لک کرده است. این چی معنا دارد؟ خواهش میکنم از شما. اگر در دست زنی که لک میمالند، همین لک های سرخی که هست، در مسئله از درالمختار میگوید که از جنابت پاک نمیشود. زنی که اگر در دستش لک میمالد، لک همین خیلی قابلیتی دارد که آب بر خودش ره نمیده. مادامی که آب که به خودش ره نداد، کل بدنش شستن در غسل جنابت فرض است. وقتی که اگر ناخونهای که لک دارد، وقتی اونها که اگر آب نرسید، اون زن از غسل جنابت پاک نمی شود. از این خاطر در کدام دستی خواهر و اپا و زنی از شما اگر باشد، این البته شما رخصت نتین اونها را تازه کنند. و آن جوانی که البته امروز ناخونی خچه دراز میکند یا لک میکند، این شرمندگی است. نخواد جوان، مرد هستی، مرد، نام تو مرد است. تو را خداوند مرد خواندگی هست در قرآن و تو در دنیا هم دعوای مردی داری. نخواه ناخونی دراز یا لک در دست دمالی. امروز جوانای ما و شما شرم ناکرده در گردنها زیره میبندند. امروز شرم ناکرده چله ها در دست میبندند، حالا که این چی است؟ یا زینت زن است، آخه برای مرد نیست. اینا رسول اکرم برای همین جوانهایی که زیره دارند، لک میکنند، ناخون میکنند، چله میبندند، رسول اکرم حدیث مبارکش است که مسلم روایتش میکند: رأى رسول الله صلی الله علیه و سلم خاتما من ذهب فی ید رجل فنزعه فترحه رسول الله صلی الله علیه و سلم. رسول اکرم میگه روزی با یک جوان سلام کرد، به ناگاه دستش در چله همون جوان زد. در حال میگه چهره پیغمبر خدا متغیر شد، تغییر یافت و از دست همون جوان میگه چله را کشیدن، فنزعه فترحه، پرتافتنش. وقتی که رسول اکرم از پیش اون جوان رفت، جوانهایی که در اطراف این جوان جمع شده بودند گفتند: خذ انتفع. رسول اکرم رفت گفت: گیر از زمین بردارش، در جان خودت استفادهش کن. این جوان چی گفت؟ والله لا آخذوه ما طرح رسول الله صلی الله علیه و سلم. قسم بر آن ذاتی که جان من در دست اوست، این جوان گفت آن چیزی را که پیغمبر خدا از دست من دور کرده است، من اون را دیگر باره نمیگیرم. ما نمیگیم که او را پرتاش، بلکه برده در خانه بگذارش. در یک روز وزنینی
وقتی برای تو سوم لازم می شود سومش کن، در جان تو، در فرزند، در خاندانت استفادهش کن، لکن برای دست تو حرام است. رسول اکرم گفت آیا شما میخواهید که پارچه علاوه دوزخ در دست خود بگردانید؟ اشاره به سوی چله طلا کرد. این برای زن زیره چله برای زن که اینم برای چی است؟ برای شوهرهاشون است، اجازت است، برای مردها جایز نیست. السلام علیکم حاجی الله میرزا، رحمت و درود خداوند در حق شما که ما بسیار مسئله آگاه میشویم. سوال من این است، در اصول دین میخوانم که تولا و تبرع چی معنا دارد؟ اصول دین هست، اصول دین برادر 8 قسم است. ما و شما میگوییم اگرچه اصول دین از ما نیست، از ما و شما اصول دین ما و شما چی است؟ بنی الاسلام علی 5. پیغمبر خدا میگوید اسلام ما و شما 5 پایه دارد. چی است؟ شهادت ان لا اله الا الله و اقام الصلاة و آت الزکات و صوم رمضان و الحج من استطاع. 5 چیزی هست در اسلام ما و شما، همین است اصول دین ما و شما. این چی است اصول دین؟ یکم کلمه شهادت گفتن است، دویم 5 وقت نماز خواندن است، سوم زکات مال دادن است، چهارم روزه ماه رمضان داشتن است، پنجم حج در گردن شخصی که قوت حج داشته باشد. همین 5 چیز از ما و شما اگر ایجاد شود، برپا شود، این معنای او را دارد که ما و شما مسلمان کامل هستیم. یکی از این نباشد در مسلمانی ما و شما نقص است، خلل است. لکن برادر گفته است در اصول دین خواندم تولا و تبرع مقام 7.5 باشد تولا، مقام 8.5 باشد تبرع. یعنی عقیده خوب است، با دشمنای خدا دشمن بودن، با دوستان خدا دوست بودن. این عقیده باید در تمام مردم مسلمان ما و شما باشد. دشمن خدا را ما و شما دشمن بداریم. چگونه ای که امروز ما را مردم غرب بد میبیند، چگونه ای که امروز مردم مسلمان زیر پای این بدبختا مانده است که ما و شما را دشمن ما و شماست، ما و شما باید دشمن اونها باشیم. آخه ما هم اونها را باید بد بینیم. چگونه ای که ما را بد میبینند؟ چرا من دشمن خودم دوست بدارم؟ چرا شخصی که خانه مرا زیر بمب قرار میدهد، چرا شخصی که با تمام تکنیک خانه مرا رشد میکند، کودک مرا نابود میکند، ما او را دوست بدارم؟ نه، دوستش نمیدارم. به خدا قسم تا قیامت ما دشمنی او هستیم و دائم حتی در نمازان دعا میکنم خداوند ریشه امریکا را کنده کنه که امروز دشمنی تمام مسلمان ما و شما شده است. دنیا را ناآرام کردگی است. تا اگر در دل ما و شما عقیده نباشد که ما دشمن خدا را دشمن نداریم، حلاوت ایمان ما و شما بردن نمیتونیم، شیرینی ایمان ما و شما حس کردن نمیتونیم. شما دعای قنوت میخونید اللهم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک و نتوکل علیک و نثنی علیک الخیر نشکرک ولا نکفرک. اینجا چی میگن؟ و نخلع و نترک ما یفجرک. تو وعده داده استی و نخلع و نترک ما یفجرک. پروردگار من دشمنی تو را ریشه‌کن میکنم و نخلع و نترک، دشمنی تو را ترک میکنم. ما یفجرک، شخصی که دشمنی تو باشد. تو در دعای قنوت وعده میتی. از این خاطر تو هم باید دشمنی چی باشی؟ دشمنی همون یهود و دشمنی آن کسی که دشمنی مسلمان است، ما هم دشمنی او هستیم. هیچگاه من دوستی البته شخصی نیستم که دشمنی قرآن باشد و دشمنی اسلام باشد. امروز شما چشمهاتون را گشاده کنین، اخبارها به طریق عیان شما را نشان دادیستند. دیروز اگر اخبارات همان تونی بلیر اگر گوش کرده باشین، سروزیر انگلیا را من گوش کردم به گوشی خودم. چی گفت؟ در نزد سعودیه گفت ما خطا کردیم، نفهمیدیم، فکر کردیم که در عراق خیمیوی بوده است، لکن غلط شده است، نفهمیدیم. تو نفهمیدی اینقدر مرد مسلمانی که در اونجا به هلاکت رسید، اینقدر خانه هایی که نابود شد، اینا چی می شوند؟ به نام خدای بخشنده مهربان و حبیب او محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، درود و به پایان بر شما ای واعظ راه اسلام و حاجی محترم. ما یک گروه جوانان به شما خواهش می نمایم که به این سوال ما روشنی اندازید. در ما عادت شده است که بعد از مرگ شخص 7 و 40 را می دهند. این خیلی خراجات بسیار ممکن است یا نه؟
ما قوم را میدانیم که از برای پنجشنبگی شیده نماز جماعی خفتن و پیشین را ترک میکنند و مسجد به ملا میماند. التماس، یعنی معرکه هایی که هفته داریم، 40 داریم، سر سال داریم، اینا در اسلام همچنان نام گذاشتگی نیست. در اسلام ما و شما، من یک فتوای دارم به نام خلاصه که به نهایت فتوای با قوتی هست، فتوای مذهبی هست. باز همین فتوا در حواشیش مجموعه الفتوا گفتگی باز فتوای دارد. همون حضرت میگوید اگر کدام صدقه را که شما نام گذاشتین، مثل هفتش گفتین، سه بیگش گفتین، 40ش گفتین یا سالش گفتین، از ثوابش محروم میشین. شما نام نگذارید، بلکه اگر دستی شما میرسد خیر احسان هیچ کس راهش بستگی نیست. دستت میرسد مرحمت، لکن دستت نمیرسد. رسول اکرم گفت است لا اشتری شیئا لیس عندي ثمنه، نمیخرم چیزی مادامی که در جیب من پول نباشه. مقصد که من پول ندارم، قرض کرده خیر احسان نمیکنم، پنجشنبگی نمیکنم، سر سال نمیکنم، مادامی که قوت من نرسد. قوت شما نمیرسد خیر احسان کنین، در نزد خدا شما ثواب نمیگیرین، بلکه شما گناهکار میشین، زیرا حق فرزندای خودتان چیکار کردین؟ پایمال کردین. از این خاطر اسلام ما و شما بدنام نکنین. اسلام ما و شما را مجبور نمیکند. همان خدایی که خالق همه شماست بر شما میگوید لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هیچ بنده ما از قوتش زیاد تکلیف نمیتون، قدر قوتش. خدا حال همه ما و شما را میداند. از این خاطر از حالمان، از همون کرپایی که داریم، از او زیادتر پامان دراز نکنیم. السلام علیکم برادر محترم داملا میرزا. بعد سلام یک دو سوالی دارم و میخواهم که این سوالها رو شما در نماز روز جمعه تحلیل کنید. مردی که بیراهگردی زنش را میداند، یعنی با مرد بیگانه ملاقات دارد و این مرد یگان چاره نمیبیند، زندگی همین را از روی شریعت درست است؟ البته درست نیست. زنی که به اجازت شوهر از خانه بیرون می شود در ملامت خدا و ملائکه خدا می ماند. وقتی اگرچه خانه پدرش می رود، اگرچه خانه یگان نزدیکترین آدمش می رود، وقتی اجازت شوهر نباشد، وقتی که اگر اون زن باز به مردهای بیگانه دست درازی کند و باز به این شوهر زندگی کند، این زندگی حرام است و این مرد دیوس است. الدیوس لا يدخل الجنه ولو كان معه صلاه و صوم. پیغمبر میگه دیوس داخل جنت نمی شود اگر چند که نماز روزه بسیار هم که داشته باشد. البته مردی که اگر پیش راه زن خچه گرفته نتواند، وقتی مردی که اگر حکمی او در زنش نگذرد، مردی که اگر باز میداند که زن او این چنین فاحشه است با او زندگی میکند، این دیوس است. زنی که با چنین کارهای ناشایان دست زده و بعد به چیزهایی که برای هر یک انسان مقدسند قسم میخورد، مثل قرآن، خدا، سیوم به فرزندهای خود، عاقبت این زن عاقبت هم ندارد. وقتی زنی که خود بدکردار باشد و بعدا باز قسم به این چیزهای مقدس بخورد، برای ما و شما این قرآن مقدس است، برای زن فاحشه قرآن و خدا و مسجد هیچ قدری ندارد. برای همین این عاقبت هم ندارن. آخه عاقبت اینا برای خود اینا معلوم است خودش. التماس زاملای محترم همین مکتوب ها رو. السلام علیکم داملای عزیز. آیت یخرج من بین صلب و ترائب را ترجمه میکردید مخلصان شما. در سوره طارق آیتی هست یخرج من بین صلب و ترائب، یعنی خداوند چی میگوید؟ خلقت انسان میگد. انسان میگد خارج، انسان پیدایشش از آبی که از پشت آدم و از بین دو سینه مادر جدا می شود، از همین پیدایش آدم از همین ها صورت می گیرد. یعنی مقصد از صلب و ترائب، مادامی که مفسران میگویند مقصد این نیست که در همین پشت انسان یگان خلطچه باشد که همان آب در داخل هم خلطچه باشد و وقتی شهوت مرد که کشاده شد همان آب راست از پشت هوی خورده رفته در رحم مادر داخل شود. این چنین نیست میگه، بلکه مادام خدا صلب گفت یعنی پشت گفت یا ترائب گفت، بین قفس
سینه قفس زن وقتی خدا ذکر کرد مقصد کل بدن در نظر دارد. یعنی آبی که از مرد و زن یک جا می شوند اینها از تمام بدن هستند. این مقصد این است. برای همین مفصلتر اگر برای کسی لازم باشد باز آمده مراجعت کنین، انشاءالله جواب میگیم. السلام علیکم داملای محترم. بعضی شخصان میگویند که گناه میکنند، بعد میگویند که این گناه را خدا در تقدیر ما نوشته است. بگوید که گناه از کدام جانب است؟ سوال دوم، نوشیدن کواس ممکن است یا نه؟ سوال سوم، چیزهایی که مست کننده است حرام است. شیر اسب هم مست میکند، آیا حرام است؟ چهارم، گوشت جیره حرام است، در کسلی خوردن ممکن است یا نه؟ 4 سوال دارن، ممکن به همین انجام میتیم. یکم، گوشت جیره حرام است، خوردن او حرام است. علی خصوص مادرهایی که گپی مرا میشنوند با دقت گوش کنین. رسول اکرم میگوید ان الله لم یجعل شفاءکم فيما حرم علیکم. خداوند شفای هیچ کدام شما را در مال حرام جدا کردگی نیست. از حرام شما شفا نمیابین. پیغمبر شما برای شما خبر داده است هیچ چیزی که حرام است، خواه خرس است، خواه جیره است، خواه صغر است، خواه سنبقه است، یعنی اینها امروز در ما و شما دوایی شدگی هستند، اینها همش حرام هستند. خداوند بر اینها برای شما شفا گفتگی نیست میگه. از این خاطر سگم حتی استفاده میکنند، مگر فقهای ما و شما، علمای ما و شما گفتند اگر تمام حلال کرده خدا را استفاده کن، همه داروهایی که از امروز خدا را شکر طب ما و شما پیش رفته است، تمام دارو، تمام طبیبای خوبی هست که تمام کسلی قریب دوا دارد. شرط نیست که همین در حال تو خونکیت زده یا روغن خرس یا که مثال روغن صغر بخوری، نه، بلکه تو این حلال کرده های خدا را استفاده کن. از حلال کرده های خدا که استفاده کردی شفا ندیدی، بعداً یگان شخص طبیب حاذق باشد یقین بداند که همین گوشت جیره در همین کسلیت فایده دارد، اما اون صورت برای تو جایز می شود. بعد حلال کرده های خدا را همش استفاده کردن، یک باره به حرام کرده خدا دست نزن که البته گناهگار می شوی. چیزهایی که مست کننده هستند مثل میگه شیر اسب مست نمیکنه، اگر مست هم که کند این حرام نیست. نوشیدن کواس حلال است. کواس این درجه ندارد، کواس این مست کننده هم نیست. انا پیوه که درجه دارد حرام است. مثال آدمی که اگر پیوه را می نوشد، اگر مثال بگیم نیم سطلش هم که اگر مست کند یک قطرش هم حرام است، لیکن کواس مست کننده نیست. و این سوال بالاگی کردن، من مختصرا جواب میگم. سوالی که کردن که بعضی انسان ها گناه میکنن و باز میگویند که خداوند در تقدیر من کشیده است، یعنی گناه از جانب کی است؟ آیا از خدا است یا از جانب من است؟ این باب تقدیر است.